خب بچه ها ببینید من یه سبزی دیگه پیدا کردم. اصل مطلب ببین اینو تو برنج نمیدونم تو خورش همه چی میتونی باش درست کنی. اینجا تو لرستان اسمشو بهش میگن شنگ. البته باید حرفه‌ای باشی که بین این همه سبزی بتونی پیداش کنی و خیلی لذیذه. من این خودم اول تو بعدی رو براتون پیدا کنم. نگاه کنید به این شکله. اینه دقیقا. اینجا مثلا این برگو ببین معلومه دیگه. بهتون بگم خیلی اینجا بیرون اومده. نگاه کنید یه فرقایی داره. بعد یه برگ ترده خوشمزه ای داره، میتونین استفاده کنین.